Салом аз Новосибирск. همین هیچ چیز نگویند 32 دندان ادامه میکنی در یک ساعت. Парчам اینجا در باز هیکل اسماعیل سامانی هست و بسیار چیزا در خانه من هست. یک استоматологи тоҷик ро чӣ гуна қабул карданд ва ба шумо чӣ гуна бархурд доранд, чӣ гуна муносибат мекунанд? مردم خودمان که دور از وطن هستند در همین جا هم یگان گوشه و کنارکی باشد که همان چیزهای تاجیکی را بینند و یک به یاد بیارند، یک حسی وطن‌دوستی می‌پرستیشان کنید زیاد شود. شده است حالتی که با جای دندانی دردمند دندانی سالم رو کنده باشید. من دندان میکنم و دندان چسبی رو آغاز نکردم و بسیار کاری ثواب میکنید، بسیار کاری خوب میکنید. کسب خود را دیگر در یگان جا نمیگویم که من مقصد کی هستم. خدمتی کلان میکنید برای ما. هزار رحمت برای این. سلام از تاجیکستان. سلام از نوسیبیرسک. طوری ما میدونیم شما مکتب عالی رو در روسیه خواندید با اختصاصی استоматолог و حالا در اونجا کار و زندگی دارید. بله. بیاید پیش از آنی که درباره کاری امروزتان صحبت کنیم شما بگویید که برای چی مخصوص روسیه رو انتخاب کردید برای تحصیل؟ برای چی انتخاب کردم؟ وقتی که من مکتب ایمنا را بود کردم، تمام کردم. پدرم اون وقت در شهر نوسیبیرسک قرار داشتم. برای همین و هم فاکولته استоматология شهر نوسیبیرسک خیلی نامدار است. شنیده بودم که در استоматология در شهر نوسیبیرسک مثلا خیلی خوب پیشرفته است و خیلی خوب درس میدهند. برای همین از دیگر شهرهای فدراسیون روسیه و از دیگر شهرها فکر به همین نوسیبیرسک به اینجا آمدم. کدام سال تا کدام سال شما در مکتب عالی تحصیل کردید؟ سال 2015 مکتب ایمنا را ختم کردم و به شهر نوسیبیرسک آمدم. یعنی شما سال 2020 تموم کردید دانشگاه رو؟ بله 2020 بود کردم. باز ادیناتور 2022. تو 2022 تحصیل داشته؟ بله. همین تحصیل چی مینوس‌ها و چی پلوس‌ها داشت برای شما؟ نمیتونم بگم که یگان وزنی‌ها داشت، برای اون که موضوع اینفورماسیون رو میتونم به خوبی با زودی با یگان مشکلات قبول نمایم. برای همین نمیگم که یگان مشکلی ها داشتن. برای آدم‌ها بودن که 24 ساعت وقت خود رو در همین آموزش همین فن‌های دانشگاه صرف می‌کردن. من 2-3 ساعت ماکسیمم در یک روز صرف می‌کردم. بهاها چه خیلی بودن بعد؟ بهاها 4 و 5 بود. در دوره دانشجویی برای زندگی رو پیش بردن از روی اختصاص کار می‌کردید یا که بیرون از اختصاص؟ از روی اختصاص کار می‌کردم، چرا که مقصد برای کسب خود رو خوب و مختن ما باید به همون کسب مشغول می‌شدیم. اسیستنت استоматолог شده کار کردم در وقت دانشجو بودم. در عموم از چندم کورسی شما کار سر کرده در اختصاص خودت؟ از سوم کورسی. بله. حاضر در کجا کار میکنید همچون دکتر؟ در یک کلینیک شخصی کار میکنم. این چی نام دارد؟ چند سال شد؟ من در همین کلینیک در همین توبتگاه میکنم سر کردم، اسیستنت استоматолог کار کردم. از همون سوم کورسی؟ بله. ختم کردم در همین کلینیک کار سر کردم. کلینیک فلوما نام دارد. مردم با کدام مشکلی ها به شما مراجعت میکنند؟ فقط دندان میکنید، دندان میچسبونید، چیکار میکنید؟ من دندان میکنم و دندان چسبی رو آغاز نکردم و کسب من دندان کندن، دندان دوختن. همین هیچ چیز نگویند 32 دندان ادامه میکنید در یک ساعت؟ 132 دندان میکنیم. دشوار نیست؟ نه دشوار هم نیست. برای کندن نه تنها مقصد از همان استоматология خبر داشتن در کار، نه تنها از آناتومی و آدمیزاد بلکه از فیزیکا و ماتماتیکا و اگر علم داشته باشیم کندن یگان مشکلات همان دندان رو کندن دندان رو. ماتماتیکا چی سهم دارد در دندان کندن؟ حساب میکنید که چندش مونده؟ هم مقصد فهمیدن در کار که چند گرادوس در کدام حالت چند گرادوس مقصد همون اسباب رو توپ دادن در کار، کنج کدام طرف است و ما باید کدام طرف گیریم که به یگان مقصد مشکلی همون دندان از همون سوراخی برآید.
یا دندانی بر بوده رو مقصد امی نگاه داریم. ما بعد از همین گرادوس ها و از همین چیزها خبردار باشیم. ما باید دونیم که مقصد اگر دندانی خیلی باشد ما باید چی خیلی کنیم ده. برای همین چیزها مقصد فیزیکا و متماتیکا و خیلی اردام میدیم. شده است حالتی که با جای دندانی دردمند دندانی سالم رو کنده باشید؟ نه اینطور نشده است. یعنی همین گونه لطیفه هست. از میلیون یک سوم بشه نمیشه در تمام دنیا. بودن نفرانی که پس از طبابت با شما از کار شما ناراضی باشن؟ بله در کار هر یک استانتوگ این روزها هستن که مقصد نمیتونم گویم که از کار من ناراضی و بلکه اگر به توصیه های من گوش نمیدهند و از خود یکم توبت های دیگر رو میگیرند مقصد دندان در نمود ما میگیم که بعدی کردن مقصد همون سرخی در میکند یکم کار دیگر میشود و ما مراجعت وقتی اونها با ما مراجعت نمیکنند و فکر میکنند که خود به خود این درد میره و یا یکم چیز دیگر فکر میکنند و خود به خود میگیرند دندانهایش رو با یکم خلورگیکسید یا یکم با یکم آبهای دیگر میشویند و آبوتاب میدهند فکر نکنند که این یارید میدهند اما تماما نه بعد میویند و میگویند که شما ندرست کنده یا ندرست توصیه ها داده. مردم روز یک استоматологی توجیک را چگونه قبول کردند و شما چگونه برخورد دارند چگونه مناسبت میکنند؟ همانطور که با روس‌ها رفتار و کردار دارن با ما خیلی رفتار و کردار دارن برای که دختر رو به ملت تشنه با کارش میشناسن. مسئله معاش چقدر است؟ زندگی میرسد آخر؟ زندگی میرسد شکر خدا. یعنی شما میتوانید در تاجیکستان هم کار کنید؟ چی تونده آمده؟ در فکر از کم اما دست خود رو راست کردن نکنن؟ بله دست راست کنیم بعد نصیب باشد در نقشه ها به تاجیکستان برگشتن. در پشت شما میبینم که پرچم ما هست. بله پرچم اینجا در باز هیکل اسماعیل سامانی هست و بسیار چیزا در خانه من هست. این حجره خوابتون است؟ بله حجره خوابم. در اینجا پیکره اسماعیل سامانی باشد پرچم ما باشد یعنی همینا را دیده تاجیکستان رو باید بیارید عموما چقدر است همین وضعیت؟ نه تاجیکستان هم در فکر در یادمون هست در فکرمون هست این چیزهای فراموش شونده است. برای بسیار در کنفرانس ها اشتراک میکنیم در همان سبرانی ها اشتراک میکنیم آنلاین وقت های آخر برای همون در پشتم برای مانده بودم که معرفی شود. بله. شما چند سال شد تاجیکستان نآمده اید؟ سال آخر 2018 رفته بودم 2019 نرفتم گفتم 2020 میرم 2020 کرونا ویروس شد رفتن کم مشکل تر بود 2021 با بعض مشکلات دچار شدیم نرفتیم 2022 گفتم میرم 2022 هم نشد نصیب باشد این تابستان هر سال هر تابستان یگان یا ممانعت یا مشکلی پیدا میشد که با تاجیکستان رفتم. مسئله کاری دیگرتون یعنی راهبری جوانان شهر نوسیبیرسک این چی معنی دارد؟ این چگونه وظیفه است؟ همین برای ما پرا بفهمید. ما همین معرکه‌های سیاسی معرکه‌های دعوتی معرکه‌هایی که فرهنگی میشوند در همه ها اشتراک نموده جوانان تاجیک و یا تاجیکان رو معرفی می‌نماییم. فرهنگ، تاریخ، تمدن، رسم و این زبان ها تاجیکی را معرفی می‌نماییم. معرکه‌ها خیلی زیاد هستند که بین المللی معرکه‌ها بسیار هستند که هر یک ملت‌ها باید یگان رسم و این یگان خوراک یگان لباس خود را در نمایش می‌گذارند. ما هم در همان نمایش‌ها اشتراک می‌نماییم. ما خود هم خیلی نمایش‌ها تشکیل می‌نماییم برای مردم خودمان که دور از وطن هستند در همین جا هم یگان گوشه و کنارکی باشد که همان چیزهای تاجیکی را بینند و یک به یاد بیارن یک حسی وطن دوستی می‌پرستیشان کنید زیاد شود. یادمایی که دوست سوس نرفته هستند بینند تاجیکستان رو در همین جا. بسیار کاری ثواب میکنید بسیار کاری خوب میکنید.
هم برای خودمان هم برای مقصد مردم بگونه که بینند که ملت تاجیک چیکار است. مقصد در گروه ما زیاد آدمان هستند که هر کدام در هر اختصاص میخونند یا در هر اختصاص کار میکنند. اما دیگر مردم ها بینند و بگویند که مردم تاجیک نه تنها مقصد همان میوگی و سبزوات سودا میکنند و نه تنها مقصد همون استریکا ها در کار استریکا ها هستند در ساختمان، بلکه بینند که مقصد دکترها هستند، مقصد یوریست ها هستند، سودیا ها هستند، پراتورها هستند و دیگر مقصد در کار فعالیت های همه هستند. این بسیار خوب است. خدمتی کلام میکنید برای ما. هزار رحمت برای این. بگید که کی شما رو رئیس موند؟ انا نشین عجیب. من با یک دختره خودمون همین چیزها رو تشکیل نموده. وقتی که من 2015 بود من با اینجا اومدم خوندم، یک خواندن دانشگاه خیلی وقتی کم رو میگیری، میتونیم گوییم یه روز در روز در خونه بعد زیق میشویم برای تصمیم گرفتیم که یکم معرکه های اشتراک نمودن تاجیکان رو معرفی نماییم، چرا که وقتی که اول ما اومدیم دیگر ملت ها در همین نمایش ها در همین معرکه ها اشتراک می نمودن، اما تاجیکان همگی در یک دو معرکه اشتراک می نمودن و تمام همان هم باشند مردها یا زنهایی که کلانسال هستند اشتراک می نمودن، جوانان نبودند. برای ما خودمون تشکیل نمودیم، برای همین رئیس خودمون را موندیم، چرا که سازنده همین گروه ها سازنده همین کارها خودمون هستیم. حاضر در همون گروه شما چقدر جوانان هستند؟ نمیتوانم شماریم، برای آنکه ما 22 ها داریم مقصد در همون گروه ها داریم. در گروه ها ما همین آدم هایی که در همون ارگانیزاسیون در همون تشکیل کنی همون معرکه ها اشتراک میکنند. اما در معرکه ها بسیار آدمان میان که خود را عضو گروه ما میشمارند. 100 نفر میتوانیم به یگان مشکلی. حاضر ما در زمان زندگی کرده ایستادیم که بسیاری ها در اینستاگرام، در تیک تاک، در یوتیوب دانشی داشته اشان را برای اودیتوریا میدهند. یعنی دکتر درباره دکتریش گپ میزند، نمیدونم برنامه‌ساز درباره برنامه‌سازی، معلم درباره معلمی. شما که تحصیل رو تمام کردید، یکی از جوانان موفق هم گیم خطا نمیکنیم که برای که در یکی از درمانگاه‌های روسیه فعالیت دارید، چرا در اینستاگرام برای مردم همین چیزا کمتر عامه فهم کرده پیشنهاد نمیکنید؟ یعنی درباره خصوصیت‌های دندان، یعنی من درباره کسب خودتون. نه من کسب خود رو راست گپ در یگان جو نمیگویم که من مقصد کی هستم. بسیار آدم‌هایی که مقصد در دکتری میخونن، در امان دانشگاه طبی میخونن، که دکتر با دانشگاه علاقه اینستاگرام خود رو دکتر مینویسند یا وراج مینویسند، مقصد بالا که در یک کورس هستند. من همون از اول همون نیکی اینستاگرام چیزی بود همون تو دست. من استوماتولوژی بسیار هستند، مقصد در اینستاگرام هم صفحه های استوماتولوژی بسیار هستند، چی تاجیکی چی دیگر زبان در بود دیگر زبان ها باشد. در آینده چی نقشه ها دارید؟ تاجیکستان کی میآید؟ از دانش و ملکه و مهارت شما مردم خودمون کی استفاده میبرن؟ خدا خواهد یک دو سال دیگر خدا خواهد در همین روسیه قرار دارم. بعد ان شاء الله فکر و اندیشه ها در حال حاضر به تاجیکستان بعد برگشتن در آنجا خدا خواهد یک کلینیک شخصی خود را میکشیم در آنجا ما ادامه کار میکنیم.